من رایان هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. الان توی این ویدیو اومدم 1 2 3 4 نه 1 2 3 4 5 6 تا گان بتل رویال را اتچمنتش را بدهم و اون بیوایه که شورت ویدیوشو آپلود کردم توشون هست. پس اول با دیل شروع میکنیم. به به نگاه، خوبه. برای مثلا اگه بخوای چیز کنی اسنایپر فردی خوبه. هیپش هم بدک نیست. نگاه از این اتچمنت هیپش میخوره. اگه خواستین میتونین برای اون خشاب چیز هست که اینجوری میزنی یارو فلش بنگ میشه، یعنی همون خشابی که فلش بنگی داره دیل، میتونین به جای اون پرک FMG بندازید روش. FMG هر چی دیگه. بابا خب این یکی شاتگانه. خوبه، بیشتر اوقات وانشاته ولی بعضی جا وانشات نمیکنه. خب گان بعدی اودین. بدون پرکا. گان بعدی چیزی نیست جز 117. اتچمنت همشون آخر ویدیو هست. این روی دیفالت و اون لاواریمیکس هم جوابه. پرایم. خب KRM بدون پرکا. خب بریم گان بعدی بیوای هست که شورت ویدیوش هم هست، برید ببینید. باش تک به 3 زدم. بابا خب اینم بود از این ویدیو.